خیلی خیلی خوش اومدین، صفا آوردین، مشرف فرمودین. من قربون دست شما، دست شما دردم تشکر. 3 ماه بیکارم. منظورم سپاسگزارم. من دیدم خیمه هیچ خبری نیست، همه مرشد خواب، عروسک خام تیاره همه تو جار بودن. من که وقت خواب ندارم، گفتم برم بیرون ببینم چه خبره. اومدم دیدم شما اینجا هستی، گفتم خب خودمون عشق هست، میگیم میخندیم. حالا مرشد هر کاری میخواد بکنه به شرطی که اون دمسای قشنگتون من یاری کنه. با سماورمونم که آماده است، چایمونم که برای دیگه، چه غمی داریم. از قدیم ندیم گفتن سماور قلقل میکنه، صدای بلبل میکنه. میخوام چایی رو دم کنم، تنباکو رو پر نکنم. تنباکوی علاشیه، تنباکوی نیم کمالی، خودش قیامت میکنه. آدم حالی به حالی. بیا ماشالله. ابرو به خودم سنبولی برای تو، ابرو به خودم سر تو بالا کن، ابرو به خودم بز غمگی. حاجی فیروز اومده چرا نمیخندی، حاجی فیروز اومده چرا نمیخندی. بشکنه من نمیشکنم. برای کی بشکنم؟ برای این بریا، برای کوچولوها، برای این آقاه، برای این داداشه، برای اون خانومه. بابا نمیشکنم، زور نمیشکنم. بسته نزنم. چرا کنسرت قطع کردی؟ بابا بذاریم برسه، شما که بی حالین، دست تو رو چرا قطع کرده؟ به موقعش میزنیم میرقصیم. به تو چه مربوطه؟ صداش از پای خیمه داره میاده. اینجا هم نمیذاره من مردم شاد کنم بگیم بخندیم. کی؟ همه مردی که مرشد اربابه. مردی که؟ آره بهش میگم آقا خجالت بکش، بذار بگیم بخندیم برقصیم مردم شاد کنیم. میگه ناخر بدم سور من، هر وقت من گفتم. تو چی کاره ای؟ من اینا رو گفتم. قیافش هم قیافه نیست که الان میاد میبینیم دیگه. 100 رحمت به پینوکیو. مماق این اگزوز پرای. اینقدرم بیریخ نیست دهن این ترمینال. اصلا قیافش وحشتناک. حالا کاری به جلو روش هم میگی؟ جلو باباش هم میگم. من چیزی باکی ندارم که. الان این شما بیاد اینجا همچی میخوام بزنم دهنش، دندوناش بره شکمش. یه مرگ از جون من چی میخوای؟ خجالت. خیلی آدم با شخصیت ها. انسان. بله آقا داشتم یه ساعت تعریف میکردم، بودم واقعا انسان نجیب. بله شنیدم. بله داشتم پرچ میکرد مستقیم. همدردی تکلیف من روشن کن، بخندم یا نه؟ نمیشه به رود خندید تو رو. چیکار کردم من کی به تو بی‌حرمتی کردم؟ کی تو رو اذیت کردم؟ کدوم بابای خیمه است که عروسکاشو دوست داشته باشه؟ دوست داری ولی خب اون نمیذاره. من نمیتونم یه ذره ساکت بشینم. من باید این داری زنگی دمسم باشه همیشه بگم بخندم. ای پدر ببین رفتی چه تحفه‌ای رو گاشید آمدم. آخ یاد پدرت افتادم، چه به آدم واضلینی بود، نازنینی بود. بله خدا رحمتش کنه. خدا لعنتش کنه. کی رو لعنت کنه؟ پدرتو رحمت کنه. خدا یه کاریش بکنه دیگه. خدا بیامرزه. خدا بیا زرت و پرته. بابا چرا درست نمیگی؟ خدا بیامرزه. بیامرزه موزه کو؟ موزه کی؟ تو میگی بیا موزه. بابا منظورم اینه که پدرم رفته آرامگاه ابدی. رفته آرایشگاه عقبی چیکار کنه؟ رفته آرایشگاه عقبی چیکار کنه؟ حتما زیر ابرو برداره تتو کنه مشت. پدر من؟ تو میگی رفته آرایشگاه عقبی؟ مرد حسابی آرامگاه ابدی درد گذشته. مگه درد نداشت؟ پدری بی در فکر مال تو بود. لا اله الا الله. بابا جان من یعنی فوت کرده. یکی توف کرده. توف؟ بابا مرده. مرده. سرش نگو. آخه یادش افتاد. داری چی کار میکنی؟ دارم گیری میکنم.
این چه گریه یه قر مدل رسانه های تصویری اشکش کوفه هر کی خونش این کارو ببینه از شوقش میریزه خجالت بکش بابا تو بکش تو بکش تو من بکش. چقدر دستتو بکشم نکش میگیرم میبرن کمپ اردو باید ترک کنی ها چی رو نکشم تو میگی از دست تو بکشم زنجیر میکشم نه پدر من تو رو سپرد دست من گفت اینو مراقب باش من بعدای پدر رفتی چرا این حیوانو نبردی حیوان چیه؟ میگم چرا تو همون مردی از کجا میدونی بابا من تو همون مرده داشتیم میبردیم دنفش کنیم یه قالب صابون دنسش بود اونجوری فهمیدی تو همون مرده بابا خجالت بکش دیگه حالا دیگه مرده ماشاءالله این هیکل بود خوش به حال ننت برای چی؟ همچی شوهری داشته بله مادرم به وجودش افتخار میکرد افتخارم سینه داره. پت و پن بله. بازوها به هم پیش خورده گردن دو تا گاو اه؟ نه دو تا گاو دیگه هم بلند میکرد بله زورش زیاد بود بعضی وقتا سر حال بود خود منو با دندون بلند میکرد بس سه تا گاو بلند میکرد آره خجالت بکش منظورم زشته. این اومه سه تا گاو بلند میکرد چرا مردم اینجا علاف کردی نگه داشتی؟ جبزه داشت راه می‌رفت. راه میرفت زمین زیر پاش گرف صدا میداد شاید تو رو میخوردی صدا رو کرد گرف زیاد بود یعنی یه وقتی راه میلرزید زمین زیر پا شاید اون یه تیکه زلزله اومده بوده برو بابا اینقدر آره. هیبت داشت با انگشت نشونش میدن هر جا میرن میگفتن دزدری ببین دوزده رو ببین نه استاری ببین اوس آقا رو ببین بله. بله که- خدا که بیامرز همینجوری راه میرفت و به همه کمک میکرد خیلی آدم خیری بود آره. من یادت دنفش کردنی دفنش چجوری کردن دنفش کردی دیگه ست رو کافور مالیدن و سه تا وافورم مالیدی سه تا وافور مالیدی نشه بروندم یا دیگه گیرم هم نشه رفت چی میشه میگن چرتش میگیره اونم وقتی چرت کاری بهش ندارم میگن بلنش برو بابا خجالت بکش بسه ولی- ببخشید این تکربی دوست داره بکنه مگه من نگفتم برو مردم دعوت کن بیان اینجا نکش لحیمش کم نمیشه تازه شستوندن لعینی هم از کوشه اما گوشمون لحیمیه عزیزان من نمایش اصلی داخل این تکربی داره اومده بگم بله بشکن نگفتم 2 ساعت تعریفت میگرد نه میگفتم پدرت انسان خوبی بود بله که بود همه چیز داشت بله. انسانیت داشت. معرفت داشت. مرض بله درد داشت کوف اینا رو نداشت اینا رو نداشت نداشت. نامردی نداشت. نانجیبی نداشت. یه جو غیرت نداشت چی نداشت نه، من- درباره پدر من میخوای بگی جلو مردم آبروریزی نکن چه خوبشو بگو آقای خانم پدرش بردیم دم کنیم نه بگو چه خاطراتی داشتی از پدر خاطره شیرین پدرم داشت. بگو. بله. پدره بلندتر بگو همه بشنون شما این گوشه سنگینه آره، آره. رفتی استفاده که آب رفتی آره. پدره بلندتر پدره بلندتر پدره بلندتر پدره بلندتر گوره پدره چرا فوش میدی مرد حسابی جلون باره شد چقدر بگم این پدره گوشم آب رفته بیا اینور وایسا این سالمه آره از اینور اول بگو این سالمه همینجا وایس این سالمه آره همین پدره گوشم چهر شد مرد حسابی چقدر یه بازی وجب راه دیگه ارتباطی در بود اون ور برو بالا این ور بیا پایین یواشتر پدره یواشتر پدره یواشتر پدره یواشتر اینو جریون فهمیدم من خودم نفهمیدم چی زیر زدن تا کجا فهمیدی؟ تو لبات به هم میخوره من میفهم بعد عمر دیگه چی میخواستم بگی بگم پدرت در گذاشتیم تو خاک خب دنفش کردیم دفنش کرد خاک ریختید خب یه سطلم آب ریختید آبم ریخته حالا ببین از اون زیر چند تا پدر در میاد چه خبر من پدر کاشتی تو هم بنده خدا رفته اون دنیا اگه دیگه خودم کود میدادیم پدرت پیوند نمیشد بابا خجالت بگی عزیزان من نمایش داخله بفرمید داخل بریم راهنمایی کن مردم خواهش بفرمید شما بفرمید تمنا شما بفرمید شما بزرگتری نه نمیشه اصلا. نمیشه ببین چقدر ادب داره با بله. ادب این ادبش برای کشته بله، بزرگی برو. گفتن کوچیکی کوچیک گفتن مردی گفتن من اربابی گفتن نوکری گفتن آره. زنی گفتن مردی گفتن من زنم از چی هستی؟ من مردم کی میگه؟ همه میگن تهمت نزن آقا جلال تهمت چی میزنم نه شایع است باور چرت نکن پرت حالا چرت. بفرمایید خواهش بفرمایید. جونتون نمیده بریم نمایش. اصرار نکن مال کله نمیگه با ادب جان. عبور حیوانات وحشی ممنوع برو تو ببینم بفرمایید عزیزم بفرمایید نمایش شروع شد عزیزم بفرمایید. خوش بفرمایید اومد. علی جان بزن مهمونا دارم میام بفرمایید راهنمایی کن بشینم مهمونا دوباره نگیره
قربان صفات خواجه باشی، قربان وفات خواجه باشی. خواجه جون من اسیرم، خواجه جون برات میمیرم، برا قد و بالات ناز نگات من میمیرم، برا این حرکات این خنده ها دارم میمیرم. خواجه جون من اسیرم، بیا یک و دو و سه و چار پنج شیش و ادوار هفت و هشت و نه ده روز و نهمی کردم. خیلیم میری ضرب شد، افسانه است افسانه، افسانه است. وای 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 کجا میاد؟ یه سال دارم راهنما میزنم. خب برو برو چیکار بابا تو هم با این راهنما چیکار داری بابا؟ وسط کنسرت خبر کردی باز. کنسرت من دارم میخونم، مهمونا تازه دست میزنم. چه وضع خوندن 100 بار گفتم حواست گوشت به ساز باشه. بابا من اصلا ببین مشتریان نشستن مهمونا نشستن شروع کنیم یا نه؟ بله برو اعلام کن شروع کنیم. جا بر جا پا بر جا، خیلی خیلی خوش اومدید مهمونای عزیز، خانم آجات، آقای آجات. آقای ناجات خانم آجات چیه دیگه؟ بابا من دارم نقبی صحبت میکنم. نقبی چی؟ ادبی؟ آنه. حالا مجبوری مگه دانشگاه اجرا داری ادبی هم بخوای صحبت کنی به زور؟ خب من سواد دارم، باید یه خود کلاس بالا صحبت کنیم دیگه. آقا نمیخواد، حالا همین ساده باید صحبت کن بابا جان. من فشار نیار به خوده. سواد داره من خطه میکنم. آقای خانم خیلی خوش اومدید. یک نمایش داریم. نمایش نه نمایش. میخوام براتون نمایش ارجاع کنیم. نمایش اجرا کنیم میگه. گذاشت ما حرف بزنیم. آقا ما سیاها نمیتونیم دوست حسابی صحبت کنیم. چرا نمیتونی خب؟ آقا ما دهنم گیریز نداره، زبونم ماچاد شل شده، باید بدن فستش کنن، تصفیه پروانهش بریده، تاپستون جنده. همه چی رو عوضی میگی که؟ تو هم عوضی گوش کن. ای بابا عوضی گوش کن چیه؟ تو بعد درست بگی بفهمن دیگه مردم. خب من میگم اینا میدونم من چی میگم. ما سیاها نمیتونیم دوست صحبت کنیم، ما مخرج خیلی حروفو نداره. مخرج چه حروفایی رو نداری؟ ما مثلا پ رو میگیم پ، چ رو میگیم سی، چرا میگی سه؟ ل رو میگیم ر، ل رو میگی ر. می. همه رو که داری میگی الان. خب اینا رو با دو فوریت تصریف کرده. بابا جان من درست صحبت کن. بابا دوست صحبت کنم. اعلام برنامه کن. یه برنامه داریم، نمایش خیمه شب بازیه، هم سیاه بازی هم خیمه تلفیقی از این دوتا در نوع خودش اورجینال ها. چیجیناله؟ اورجینال مرشد. اورجینال یعنی چی؟ تو مرشد پای خیمه هنوز نمیدونی اورجینال یعنی چی؟ آقا پرسیدن عیب نیست، ندونستن عیبه. چرا خودت میزنی؟ زشته. حالا میگم مرشد نمیدونه اورجینال یعنی چی، من چی بگم به مهمونا؟ آقا تو بگو، تو که داری میگی الان برای مردم بگو ببینم اورجینال یعنی چی؟ آقا اورجینال یعنی مثلا خیلی راحت بهت بگم. بگو راحت بگو. این گلدن دوتا اینجا داریم. خب اینجا هم یه حوض داریم. خب حوض هم که آب نداره، قورباغه لازم نداره. چه ربطی به اورجینال داره؟ ببین الان شما نشستی، خب. این هم نشسته، اینم نشسته. اینا همه رو با هم جمع کنی میشه اورجینال. چرا اینقدر به خودت فشار میاری با یه اورجینال رو توضیح بدی؟ خیلی راحت تر میگم. الان این تنبک درس توه، خب. چچون به درس اینا. همونشه. میخوان خیمه اجرا کنیم، خب. به این میگن اورجینال. نمیتونی اینقدر نپیچون حرفو، لوری و راحت بگو. لوری راحت ساده سلیس. مینه شیعه چیه؟ شیشیه چیه؟ شیمشبله شیمستگان شیمشبله. شیمایی تو ازم؟ تو میگی لوری صحبت کن. بابا این لوری رو نگفتم. پس کدوم لوری؟ بابا ساده بی قلقش بگو ببینم این اورجینال یعنی چی؟ بابا اورجینال همین که گفتم. نمیدونی بگو من برات بگم. خب شما بفهمینه که شما بلدی، من گفتم که میگی نه. حالا تو بگو ببینم چیه. بگم بفهمی. اورجینال چیزی که تک باشه، نمونه باشه، همتا نداشته باشه میگن اورجینال. بس 2 ساعت من چی دارم مینا میگه.
آقا اینو داره میگه بازی کام نداره قورباغه لازم نداره اورجیناله. ای خدا از دمسیز چیکار کنم؟ به کجای شکایت کنم؟ به کجای گله ببرم؟ وای گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم؟ میخوای بکن میخوای نکن چند وقت بدفتر بکنم یا نکنم؟ میخوای بکن میخوای نکن گریه ها در غم آن یار شکر پاره کنم یا نکنم میخوای بکن میخوای نکن این که جواب دل دیوونه نیست به حق همینه به حق همینه این که جواب دل بیچاره نیست. به حق همینه به حق همینه آقا شد یا عاشق بیچاره با اون یار محبوب ببر هر کی حسوده کورش کن دشمن حیرونش کن حواله شیطونش کن دومشن کیه؟ بند خدا برو خدا رو شکر کن که الان تئاتر ما ماشاءالله روغن گرفته. رونق گرفت. آها این همه مشتری اومده. کلوت هم بندازی باید هوا. چی ما بندازم هوا؟ کلوتو. چی؟ این کلوتو. بابا کلا به مشکل مخرج برخورده دوباره. آمار چه؟ خنده‌دارش اینجاست این داره بعد 30 سال به من میگه یاد میده آقا کلو. مبارک جان کلا داداش من بلدم کلو. کلا کلو. کلا کلو. آفرین کلا بگو بله کلا کلو. جهنم بگو کلو همون کلا رو دیگه واسه من مسخره کردی من مسخره نکردم. مبارک. بله دیگه از این به بعد یک کلام حرف نمیزنی ها. باش آقا. گور پدر هر چی که حرف بزن. من با شما دیگه صحبت نمی‌کنم. هیچ صحبتی نه با نمی‌کنی. این نه با تو. خیلی خوب. مسخوزم با تو. من دیگه. با شما قهر کردم. گور پدرش هر کی حرف. گور پدر کسی که از این به بعد بخواد یک کلمه حرف بزنه. برو دیگه. گور پدرت حرف زد. پسر میگم نمایشو میخوام شروع کنیم من بعد اینجا حرف بزنم. چطور شما حرف بزنی من حرف نزنم؟ بابا بلدی تو بری مبارک عروسک بشی. الان میرم پشت خیمه عروسک میشم میام. آها. با اجازه شما. برو ببینم چیکار می‌کنی. شب بخیر لورا. این چیه؟ الهی به امید تو بریم خیمه ببینیم چه خبره. خدایا به امید تو ای خدا هر کس به طریقی سخن و حمد تو گویم عاشق به غزل خوانی و مطرب به تماشا الهی به امید تو تاگر خانومه خوش اومدی بابا اومدی برقصی بلعیزا بله بوی گل میدهی ای قرچه دهن اون تو برن نگهت کش مرا نگهت کش مرا غمزه جادو تو برن سیاره عاشق دارم بسیاره یکیش الان بیماره یکی تو کار عتیق است گل داره سمساره اونی که الان بیماره رفته طبیب بیهاره بابا مبارک جان چی کار میکنی بابا؟ خواهی بوزش کنی؟ برو کنار برو کنار دختر مردم مگه همینجوری بوز میکنه؟ وایسا این حمله میکنه مبارک بعد جون مردم تیار خانم بابا جون دست شما درد نکن به افتخارش دست بزن ممنون از هنرنمایی بفرمید شما بفرمید من ترکیب اینو روشن کنم کجا میری؟ چه زوری هم داره کجا میری؟ خواهی بوسش کنی؟ اگه به این راحتیه نه بابا جون هر چی دیگه راهی داره دختر مردم خواهد بوس کنه اول باید بری خواستگاری تموم شد میری شیرینی خورون حنابندون بعد عهد کنون عهد که کردی یه دونه بوسش کنی به خاطر یه بوس این همه راه برداری برم بابا چی میره این همه راه عاشق که باشی میری این بدتراش هم میری قاشق باشی نمیشه چنگال باشی نه بابا بیا بیرون از چاق و قاشق و چنگال دل باخته باشی آره عاشق باش بابا یه سوال داری بگو بابا جون به من چه ربطی داره مردی که پسر جان
من بابای خیمم. میخنده بچه میخندی؟ تو فکر کردی مامان خیمه بلند جمع کن خودتو. به جای عرض ادب رسیده بار من داره میکنه. عرض لقد چیه؟ مگه من اولاغم میگه؟ بابا جان من منظور من اینه که الان رسیدی به من. اولین کلامی که رسیده به من چی میگی؟ گوره بابا. اولین کلام سلامه. سلامت کو بابا. یادت رفت سلامتو بیاری؟ کجا میری؟ بری سرسبیل سلامتو بیاری. بیا اینجا بیا بابا. سلام همراه آدمه. همراه خاموشه؟ برای اجرا گفتم خاموش کنم مردم. بابا جان سلام تو دهن آدمه. آره از اول میگفتم دهنم باز کنم. ببندم گاراژ رو جمع میدم. درست صحبت کن بابا جان. میرسی میگی سلامون علیکم. اره نکن سلامون علیکم. لالا علی من دستیم به تنگ اومدم. تو مبارک جان تو وقتی میخوای سلام کنی میگی ارباو به خودم. آره دیگه مهمانای عزیز داریم سلام بده بهشون. برو چشم سلام بده. ابرا به خودم سامنی بله کن. ابرا به خودم سر تو برا کن. ابرا به خودم بازوز بندی. نوکرت منم چرا نمیبندی. چی کار میکنی؟ بلوتوس هم روشن کن. برو بابا ای سر به سر من میذاره. برو بگو بچه ها آماده باشن میخوام نمایش شروع کنیم. آره بابا جون برو بابا جون برو خب حالا میخوام نمایش رو شروع کنیم. عزیزان من میخوام ببرمتون دربار خاقان ماچین. چرا؟ چون ملک جمشید پسر پادشاه ایران خواستگار دختر خاقان ماچین شده. با پدر مادرش راهی شدن برن خواستگاری دختر خاقان ماچین. حالا چه اتفاقاتی میفته و چه میشه خودت ببینی بهتره. بریم دربار خاقان ماچین ببینیم چه خبره. تو چدر از سر بشن یار گرنده تو دار بشن. یار گرنده تو سب کن ازش به بردنه. سب کن آقا من گفتم بریم دربار خاقان ماچین. آذربایجان پیاده شدیم. اینجا دربار ماچین دار. شما کی هستی؟ آره اما حسن سپور دا سب کن شما ما شنیدی میرن اما حسن شنیدی میرن ژاپن کار میکنن. تو اومدی ماچین؟ شما اینجا صادر شده دا؟ به جا چی گرفتن؟ میوه و ترابار گرفتن بذاشتن. خب اگه میخوایی در جارو کنی اجازه بفرم بگیم سقاباشی بیاد یه نم آبی بپاشه. آلودگی هوا بسته دیگه خاک نخونی. بفرمایید یک دو سقاباشی خبردار. به جان شیرین بنده سقاباشی. سلامون علیکم. سلام علیکم. علی جونی هم همشری تو اصفهانی هست ظاهرا بله بنده اصفهانی هستم. باعث سعادت هست میگه. خواهش میکنم سلامت باشین. بابا جان این عمو حسن سپور میخواد اینجا رو جارو کنه. گفتیم شما یه نم آبی بپاچی خاک خول نشه. برو چشام بفرم. آی مشکی نکن آی آب بگای سب کن بینم پس چرا آب نمیپاچی؟
چی میگه این؟ میگه از وقتی یارانا را هدفمند کردن دا دیگه نیمی صرفت ما بپاشیم دادا. اینجا اصفهانی بازی؟ مرشد به اصفهانیه گفتن شیرین تر از عسل تا حالا خوردی؟ گفت بله. گفت چی؟ گفت ترشی مفتی. بابا اینجا که ایران نی، اینجا خارجه. خارجه یارانه نداره، مفته بپاش. آی مشکی بدن مشکی، آی آب بپای سر کن. آی مشکی بدن مشکی، آی آب بپای سر کن. آی مشکی بدن مشکی، آی آب بپای سر کن. بسه دست شما درد نکنه. دست پامو بردارم دادا. نباش خیز شدم اینجا نمیخوام. همونجا خوب دست شما درد نکنه. بفرمون دست شما همه اصلا جارو کن یالا. از اینجا به چشم یار گلم دار از اونجا به چشم یار نم. این داشت نمیشه اضافه نکنی حالا. اینجا ترکی نمیشه دا. خب اینجا جارو کن برو اونجا بکش با اونجا. بفرمین باید دسته من جارو چشم بابا جارو بکشم بابا من جارو چشم بابا جارو بکشم بابا بسه دست درد نکنم وسط خیلی من رو بفرمین. خواهش کنم جانم یه چیزی یادم نرفته دا. چی یادم رفته؟ اضافه کاریتو بدم بری دا. یه سال چی اقتصادی میگن هری؟ جهاد اقتصادی اضافه کاری کسی نمیگیره که. بابا جان نمیدم. ناراحت نشو. اما ناراحت نشو. سکو حلش کنی. آقا من چه جیب دار باشی نیستم. من الان جیب دار باشی درباره صدا میکنم اضافه کاریتم بگیر. من چه مبارک. بیا سر گاف تو خمره گیر کرده بابا. بیا نه اما حسنه. سلام اما حسن سپور کیفی یافتی دی. چوب این اما حسن اضافه کاری میخواد بابا میگه من پول ندارم. ناراحت میشه میزنه. داره سب کن اما حسن حل میشه. ترکا چقدر حساسم به پول. بابا اما اصلا دیگه پولا رو دادین دست صاحباشون، هر جور میخوان خودشو خرج کنن. منم جیبدار نیستم. نیستی؟ بگو هستم. بابا میکشه خودشونه. بابا اما اصلا میگه بهت مژده بدم. میگه از وقتی یارانه ها رو دادن احتیاجی به اضافه کاری نیست. میگه من خودم با پول یارانم 2 پنتهوز خریدم. تو پنتهوز خریدی؟ کجا؟ خیابون فرشته؟ با پول یارانم شکم تو سیر کنی بسو بلند شو. بابا این ناراحته. ناراحت میشه. میگه من پنتهوز و موز و پوز نمیخوام. میگه اضافه کاری منو بده بریم دا. میده اضافه کاری میخوام. برگرد میگه چیکار میخوای بکنی؟ چرا چشاش رو ببنده؟ میخوای اضافه کاری بهش بدی؟ چجوری؟ اضافه کاری چی میدم؟ چیکار میکنی؟ مبارک کشتیش که بدبختو. این چه وضعیه؟ نفس مصنوعی چیه؟ نمیخواد رسمه. این چه کاریه؟ به گلوش سوغالی شد دردم. برو دکتر بیار. بوده با کشتی بسته. چه کاری کردیم مبارک؟ ببخشید اما هستم بابا. دلم کار بیاری منو روش بزاری که من خورد و فمیرم
اومد دکتر ترمز کن. سلام علیکم. سلام علیکم. مریض شمایی میگه؟ نه خیر من مریض نیستم. نه خانم دکتر مریض من نیستم، مریض ایشون. مریض بهداد نه بهداد مریض نیخون. مریض داشتیم آره این مریضمون اینه. بای چی شده؟ تصادف کرده. بای با چی؟ با لگد. من نزدم. 2 میلیون بریزم به حساب دیگه. من نزدم. پس 3 میلیون بریزم به حساب بیمارستان. چه خبره بابا مرد مریضمون. خدا صبرمون بده. 4 میلیون بریز به حساب قیصر. خانم دکتر هنوز نمرده که داره میمیره. بله داره میمیره. دور بزن ببین چیزه. ای بابا وای اینجا رو ابدا کنم. اینجا رو ابدا کنم. اینجا بابا جوهر خودکار تمام شده قلبزا دادی. انگوش بزنم چند ببر ببخشم به تو نخوره. چرا؟ نامحرمی داره میمیره بابا. بیا بابا بیا بابا برو چی شد؟ ترافیکه آمده خط بیشه برو دیگه. بسه سرمون گرد. لا اله الا الله این مردشون این بوبوزولاتونو ببره. این چه خبره؟ جام جهانی که تموم شد دیگه. چیه؟ چه خبر؟ شما کی هستی؟ بابا یک کدومتون بگید. تو بگو. حالا تعارفی که پاره میکنم. شما جارچیان دربار کی هستی؟ ملک افخم خاقان ماچین. برای چی جار میزنی؟ به افتخار ورود پادشاه ماچین. هیچی پورا فهمیدی بسته سرمون رفت. بسته بابا سرمون رفت. بسته فهمیدی بفرم ببینیم سرم رفت با این بوده. نمیگم بذارید برید. برو دیگه خجالت بکش. حیا نمیکنه سر به سر من میذارم. برو دیگه. میزنم تو سر تو. برو خجالت بکش سر به سر من نذار. پادشاه ماچین اومد. برو. سلام علیکم. شما پادشاه ماچین هستی. خوش آمدید. سلام علیکم. شما بانوی پادشاه ماچین هستید. سلام علیکم. الان پادشاه ایران هم میرسن انشالله. صدای چیه مرچه؟ نمیدونم. هواپیمای پادشاه ایرانه. خدا کنه چپ نکنه برای. خاتون میفرمایند بهتره بریم سر اصل مطلب. بابا پاشم اسبو ببریم مطلب. اسب کیو؟ اسب خاتونو. خودش گفت. بابا میگه بریم سر اصل مطلب. برو خواستگاری شروع کن. مراسم خواستگاری. برو بریم.
بردیم دخترتون رو بردیم پنیر ارزونیتون دختر نمیدیم ای بابا بوته سیر آوردیم دخترتون رو بردیم اون پنیر بوته سیر ارزونیتون دختر نمیدیم ای بابا چیکار میکنی؟ نوبر شما بود بعد برو ببخشید خانم خبر آفسر مولا سوارم من اگر شما را زیر کنه تقصیر ندارم من کلاق من پیره 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 مبارک خواستگاری انجام بده اومد مراسم ملاق سواری رو انداختی کلاق پیر آوردیم دخترتون آوردیم نون و پنیر بوته سیر اولاق پیر ارزونیت در نمیبینی بهتون یا اولاق تا جمع کن بی‌تربیت تو بابا بهشون میگن دخترشو ترشی بده بعده برو این دیگه آخرشه مادر شیر آوردی دخترتونو بردی نون و پنیر بوده سیر اولاق پیر مادر شیر ارزونی تو دختر میدیم به تو بستا بریم بیشترمی با هم شبیم باوخی جناب خاقان به این همه وسایل ندادی به یه مادر شیر به یه گاف دادی دخترتون در مملکت شما مادر شیر قهره خب مبارکه بفرم سالار مجاور آماده بشید برای برنامه حق کنونمون سب کنیم به شرط اینکه داماد از پس جادوها بر بیاد ایشالله برمیاد بفرمید سالار مجاور زینگه ساز بیاد از بالای ماشین بیاد زینگه ساز بیاد از بالای ماشین بیاد شازه دو مقدم بخور کنام زمین بنام یا مبارک بادو ایشالا مبارک بادو یا مبارک بادو ایشالا مبارک زنگا زنگو زنگا این کیه مبارک؟ زنگا بابا وزیر دربار اون وزیر ناکسه چی میگه؟ میگه اگه جرأت داری دختر بگیری به این چه رفتی داره؟ نه بابا زنگا 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 چی میگه مبارک؟ زنگ زده زنگل زنگل میکنه نفهمیدم کدوم شعر رو خون خونه بابانون و انجیر خونه شوهر قل و زنجیر من نمیرم خونه بابا بهتره خونه بابا بهتره نکنه این دختر خاقانو برای خودش میخواد نه بابا ما کجا شما کجا اینجا کجا اونجا کجا به کجا یعنی شما ایرانی ها گفت که کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پروازه ما چینی چی شد؟ ای پدر سوخته نطقت هم که باز شد
آقای اسمت چیه؟ مرشد شرمت شرمت کیه؟ آه. مرشد درشم درشد این به من چی گفت؟ گفت پدر سوخته به من گفت پدر سوخته بله. پدر تو در میارم میگه مادر تو جاش میزنم پدر اما نارم واضح باش مبارک مبارک کار از خودت نگی بابا مبارک کجا رفتی شما؟ میشه سرکارش کن سشته مبارک اون لیوان آب منم بده لیوان آب بده. میگم حواست به این باش شما بیا، این حیوان. وزیره خیلی میگن سود چرا میزنی؟ بکردم این چیز است آره بابا ببین دنبال من داری مواظب باشه خیلی کلک ها مرد حسابی من توی اونیما ثبت شدم خیلی خوب باز بابا نمی‌دم. لیوان اینجا به درد نمیخوره برو چی شد؟ چیکارش کردی؟ داره میاد کجا اومد زنگار زنگال زنگال زیر زنگار زیر زنگال مرشد زنگار زیر کجا زنگار شد؟ زیر من زنگال زنگار زنگار زیر من نیست که زنگار بیا بابا این زیر بیا زنگار خفه میشه زیر من زمون چه زن؟ زمون چه نه زن؟ کمانچه زنگار میگه زنگال زنگال زیر تو زنگار شده زیر من نیست زیر تو زنگار زیر شده تو زنگال نیست زیر شد من بلند شو زنگار بیا بابا این نیست داره دنبال تو میگرده مبارک میگه زیر خودت زنگال شده زیر خودم آره داره میبینه میگه این تنابه بگه بیا بالا منو پیدا میکنی اوه که من با تناب مبارک ته چانه میرم میگه برم بیا بالا بالا با ته چانه گفت بیا اومد مواظب باش حواست باش اومد ببینم چیکارش میکنی چیکار باید بکنی درشم آه. ای درشم درشم چیه مرشد؟ درشم تو باید ای درشم هرچی با مبارکی کار میشه همینه دیدی با مبارک ما بعد له شد بلند شهر رو منه بلند شد بابا جلوی تو رو بگیرم بیا نه ولش کن نه جلو من بابا آقای وزیر تالار مجاور دارن عقلون مراسمش راه میندازن من تایی سیاه رو نکشم نه بابا برید تو مراسم شرکت کنید من تایینی نکشم بل کن دیگه مبارک میگه حیف که من جلوشو گرفتم بله حالیت میکرد بیا برو وله میکنه پشت سر من بیا اتاق مجاور برو دیگه بیا برو تو جمع کن دیگه برو مبارک به بچه ها بگو جمع کنن عقلون رو بریم ایرون خودمون تو این نمیذاره خاقان ماشی تو ماشین باشه همگی بریم ایرون هیچ جا ایرون نمیشه برو بریم ایرون جمع کنی بریم ایرون عروسکا چه سبادا بچه ها قدیما میرون گفتن تبرکه خونچه عروس رو میابردن این همه جایزه عروس قدیما میزن رو سرش رو میبردن آره عروسکا چه سباداره اومد شد جشن عروسی مبارکه شالا کوچه رو آب پاشیدن عروسی ها جشن عروسی مبارکه دیرش شده به جان شیرین بنده خوشگل خانم شما کی باشی بابا؟ شما خانم فانوسی هستی خجالتیه بچه بیا خجالت نکش خانم فانوسی برای چی اومدی بابا؟ برای عروس خانم روشنایی آوردی بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم روشن کنی بایستا خانم فانوسی این چه وضع رقصه؟ خب نداره خب رقصت چی شد؟ این چرا تنده اینقدر؟ ریتم رقص تنده؟ خب لطف کن بابا ریتم بگیر علی جون بزن واسش برقصه خانم فانوسی
بابا خیر تو کمرت گیر کرده بود عجب مریضی بعدی داری بابا آره فکرش باش دست شما درد نکنه به افتخار خانم فانوسی هست بده کاش بفرمی دست شما درد نکنه دهش میکنه چیزا خبردار آره سلامتی هرچی پهلوون سلامات بفرستی اللهم صل علی محمد. خوش آمدی پهلوون به چه جهت تشریف آوردی؟ من اومدم یواش پهلوون ترسیدم ببخشید تو اومدی؟ به افتخار عروسی ملک جمشید هنرنمایی کنی خوش اومدی صفا آوردی این گوی و این میدون رخصت خدا بده فرصت بیا تا گل برم شدی من در ساغرم شدی من نگاستم خانه شدی بزنی اگر غم لشکرم دیده که خونه عاشقان دیده من و ساقی بارم ساقی و بوندانش برم دست شما درد نکنه پهلوون تشویق بفرمایید پهلوون جانم بفرمایید بابا حالا میخوای برامون شنا بری؟ چند تا شنا بری؟ 500 تا؟ اینجا یه آدم دروغگو درست صحبت کن آقا پهلوون وقت نداریم که سریع میری؟ بشونم یکی یا دو تا سه تا چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا میشه 500 تا پهلوون خالی بند ندیده بودیم احترام خودم را نگه دارم چجوری میشه 500 تا 5 تا 25 تا باشتم 6 5 تا 30 تا باشتم 500 تا 500 آها از این جهت من معذرت میخوام این جهت چی نفهمیده بودم بفرمایید دست شما درد نکنه افتخار عروسان ما دست بلند براتم دست شما درد نکنه خوش آمدی سلام علیکم خوش اومدی چه خبری بود مبارک بابا جان این دفتردار رو صدا کن بیاد زودتر عقدو بخونه بفرست زود بیادا دفتردار خوب شیرین میخوران امشو شادی کنان امشو دست بدنید شادی کنید پر بکشان امشو آقا بیا اینجا ببینم شما اسمت چیه بابا؟ فیروزه کی از کجا اومدی؟ از ملات آباد اومدی؟ کی شما را آورده مبارک؟ چه تحقیقایی هم پیدا میکنه میاره حالا فیروز خان ما فقط دفتردار میخواستیم ارکستر نمیخواستیم که اینجا شعر میخونی دفتردار و ارکستر با هم پیشرفته شدید ماشاءالله خب با هم ما فقط دفتردار میخواستیم آره میخوام عقد بخونه برو چشم برو بخوام آقا میگم عقد بخون بازی نمیخونی عروس خانه میشانم ای قربانت برم عروس خانه فدات بشم عروس خانه آقا اینقدر قربون صدقه عروس نرو آقا داماد ایشونه قربانت برم عروس خانه آقا چی کار میکنی؟ آقا مرشد مایه
قربان چطور بابا همه رو میگی بعد قربون عروس خانم میری؟ نه آقا داماد بغلش ناراحت میشه. چشات پا کرد؟ معلومه بخوام بازی نمیخونه. این میگه دفتردار ارکست با همه. بابا جان عقده بخون عروس خانه. چی شد؟ یه چیز اومد نمیده سره؟ چی اومد؟ من نبودم. نه بابا فکر کردی. آره بخون. شیرین قرون امشان اینو نخون پیروز. ایشالله بری مکه. گفتم بابا عقده بخون عروس خانه. قربان بر چه تو بچه نمیخونی؟ اینجا جن داره بسم الله. چه جانور چی داره؟ نمیخوانی؟ باید بخوانی. بابا جان من اگه این بر ناراحتی برای اولا وایسا بخوام. برای اولا بیا برو من عروس خانه برو من. حالا بخوام. آقا دفتردار ارکست با همه. خب بابا گفتم عقده بخون. مجی لا ترجی عروس برم کنجی. بابا چی شد؟ عروستو بردن. بدبخت شدی. بیچاره شدی. آهای پهلوانان، آهای نامداران، بیارید گرد و شمشیرم را. مبارک مبارک. بابا بیا عروس رو بردم. تو چته مبارک؟ چرا همچین میکنی تو؟ مبارک چه دیوونه شده اینا. چته بابا؟ بابا عروس رو بردن. عاقل فرار کرد. بابا میدونی زیر سر کیه؟ زیر سر کیه؟ میگه زیر سر وزیر پدر سوختن. خب چیکارش کنی؟ میگه تو برو من درستش میکنم. روز حساب باز کنم. حساب پس انداز باز کن. حساب چیز دیگه ای باز کنه. بابا میگه قرعه کشی هم بکن. بابا میگه یعنی حساب کنم عروسم پیدا میکنی؟ آره میگه پیدا میکنم. ای عروسم رو حساب باز کن. برو ملک شمس پیداش میکنم. مبارک راستی میتونی عروس رو پیدا کنی؟ ببینم و تماشا کنم چی کار باید بکنم. بابا برم کنار. چه خبره؟ کجایی؟ اون بالا چی کار میکنی؟ میخوای تلسمو باطل کنی؟ نجس نشم چیکار؟ این چیه میباچی؟ ای داده بیدم باطل و سهره؟ شانس آوردی ما رو عروسک ها آبه حالا. باطل و سهره یعنی چی؟ عروس میاد؟ این سرسیده ها چیه؟ عروس ها آورد؟ باری کردم مبارک. بلند شد رو عروس. بیا این بر مبارک. عجب باطل و سهری داری تو بابا. بهش بگم بوست کنه. برای چی؟ هر کی نجات بدی باید بوست کنه. بیا این بر مبارک. عروس خانم ملک جمشید از داغ دوری داره میمیره. برو بهش بده. ملک جمشید مبارک تو بیا اینجا ببینم چی میگی به عروس. باید یه نفر تو رو بوس کنه. تو نجاتش داری باید یه نفر تو رو بوس کنه. خودم بوست میکنم. آره عزیزم بیا جلو برو. اینجا رو روی ماه تو باید ببوسم. آره پشیمون شدی؟ مجی ما گفتیم بیایم ایران از دست تو راحت بشیم. اینجا بنمون نمی کنی؟ نات زارت و زورت. نات زارت و زورت؟ یعنی چی؟ یعنی زارت و زورت ایلمه. این چینیه تو چه مجی لا ترجی دیبی گوش هجی. این چیه دیگه؟ امشب خیمه ما چه خبره؟ کی بود صدام کرد از خواب ناز بیدار کرد. منم یه گوشم بخون برات بجوشم. یه دیگ دارم 4 گوشه 4 کله باز میجوشه. حلقه دیگم شکسته سرگرد پشت شسته. رفتم بزرگ
بود زهر ما خیمه رو گذاشتم رو سرم من نیستم بابا نترسی ها پشت سرته دورت سر این بر عجب شیطونیه مبارک ای دورت میزنه آها نگاش کن نترسی ها بابا سلام بابا دیدیش وای چی شد کجایی تو کجا من تو پدر چه ترسونی نگاه کن قیافشو نگاه کن چشه مگه چشه این پدرت میمونه اینه پدر منه نه ببخشی پدرت اینه پدر چی داری چرت بابا پرت میگی؟ قیافش نگاه چرا کن. داری میلرزی این یه تیکه جا بکنم زلزله اومده بابا جان نترس تو که نترس بودی تو مبارکی همه ای مردم تو رو دوست دارن هیچ تلسمی تا حالا نتونسته به تو کارگرد بشه بابا باش میگه مثل اینکه من تو یونیما سب شدم حتی هم ما یونیمار کشتی ما رو 1 کیلو ماست هم باید نمیدن که الان میرم باش میجنگم پدر آره. منم با این جنگیده آره بابا 100 تا دیپ کشته تا حالا ترسی نداری. این بازوها رو خدا بی خودی نمیده به بله. تو برو میگم جناب مرشد جانم. اگه یه موقع خدا نکردم منو گرفت چی؟ من اینجا شما اینجا مرشد بله یه موقع من فخر کرد کشتی خفه کرد که من اینجا مرشد بله منو بردن دفنم کردن چی؟ من اینجا شما اینجایی مرشد یه بله موقع شب هفتم رسید چی؟ من اینجا بی پدر اینجا تکون نخوری ها چرا منو بردن کشتن دفن کردن این هنوز اینجاست شب بخیر صبح بخیر میگم من اینجا نمیذارم به اونجاها برسه آها اینجا نمیذاریم اونجا آره برسیم ما هممون طرفدار توییم من توی ما سهر شده آره بابا کشتی ما رو بودو ببینم چیکار میکنی کجا رو؟ الان میاد خدمتت بابا بابا دهن داره چون گاله دماغ داره نواله چشمی داره نخوچی ابرو نداره هیچی دیوم کی هستی؟ پریدی وسط نشستی ها؟ بله تو مبارک قش کرد مبارک الان وقت قشتیست چی شد؟ چی شد؟ عجی مچی چیگونی بیگون شد چیگونی بیگون شد مبارک این چی؟ برو من مبارکی چرا این شکلی شدی؟ برو کاریش بکن من قلقلکه قلقلکیه بودی قلقلکیه قلقلکش قلقلک یالا عجی جگونی بیگون جگولی بگون یعنی چی؟ این چیه؟ یه عاشق شدن ناز کشیدن چیه؟ چته؟ تو کی هستی؟ مبارکی چرا اینجوری شدی بسر جان؟ عاشق دیوه شدی؟ این چیه دستته؟ قلبه؟ قلبه؟ عزیزم عاشق شدی؟ بابا میگه یه ذره لاغر کن با هم عروسی کنیم مثل این بشی باشه من رفتم رژیم گرفتم الان یه ذره ورزش کنه باشه ندو بدو الان چی؟ به شکل اولت شدی مبارک بابا پاساژ بهت بدم دو دهنه نوازه بده از کجا میان داشتم پای خیمه میشستم ماساژ بده هم بچم خسته شده بالاتر این چی بود بی تربیت؟ قلنجت بود؟ چی کرد؟ قلنجت اونجاست؟ قلنج ما سیاه ها اونجاست بی عجب بابا همه چیز بابا غیرات مبارک یه چیزی فهمیدم مگه منم میفهمم بابا درست صحبت کن تو هر کاری که به این میگفتی انجام نمیداد ولی برعکسش میگفتی ندو میدوی میگفتی بدو وای میستا هر کاری که میخوای انجام بده برعکسش بگوی انجام بده امتحان کن بشین دیدی پاشو بابا جواب داد از همین طریق پدرشو در بیار تلسمو به ترکون ببین نگو عجی
گیرمون تدینا وزیرم بیده دلم شکر چی شد چی شد آبشو کشیدیم جلو شد اما نلا شرشته بابا بیمار رو کشته ننم سر کار آشه دایی ما شد تراشه همش میکنه بیباشه باری کلا مبارک افتخار مبارک که ما را از این مهلکه نجات داد دست بلند و مرتب از اون بر مبارک تا اتفاق دیگه ای نیفتاده خدا نکرده برو عروس اومده بگو خودم میام عقدشون الان بخونم بابا وقتش شده روی ماه منو ببوسی بخواد روی منو ببوسه بفرمی آدم نیستم این دارید بخواب خواهرای عروسن شاباش خانم آبی عروس خانم بیا این در بینم جمعه آقا دومار دلیل بعدیه دا خواهرتونش چی میخواد شاباشاتون رو گشتن تالار مجافه بای بودو الک جمشید تبریک بهت میگم هم به خاطر عروسیتون که ایشالا میخواد انجام بشه هم به خاطر داشتن غلام فداکاری مثل مبارک خیلی زحمت کشید دستش درد نکنه بابا براش سورپرایز خیلی بزرگ داری؟ چه سورپرایز بزرگی؟ حقش هم یه سورپرایز خیلی بزرگ هره چی هست؟ خب سورپرایزی که هم به درد دنیاش بخورن به درد آخرته چی هست این سورپرایز؟ یک عدد لوح تقدیر لوح تقدیر چی؟ دست بزنی چی رو دست بزنی لوح تقدیر این همه جون فشانی کرده لوح تقدیر ما چیکار کنه درد دنیا و آخرتش میخوره این همه لوح تقدیر گرفته درست بالاخره لازم معنوی خوبه ولی این همه جونشو در خطر انداخته طلسم شکسته خیلی کم افت داره مشورت کنیم چی میگه اینو چی شد؟ بابا خبر خوش داری؟ خبر خوشت چیه؟ طیاره رو به عقد مبارک ده این شد خبر خوب این سورپرایز خوبه خب پدر مادر عروسوما تشریف بیارن میخوام عقد رو جاری کنم اکشتو خبردار خب عروس خانم آیا بنده وکیلم که به مصداق یک جلد کلام الله مجید آینه و شمدون و یک مادر شیر شما رو به عقد دائمی ملک جمشید در بیارم بنده وکیلم چرا یکی؟ از چند تا؟ 2 تا چرا 2 تا؟ 3 تا از چند تا؟ ما یه جور کنار بیا دیگه به قول ما ایرانی ها به سن تاریخ تولده 1363 تا سکه بابا این مهری ها رو کم کنید عروسی ها زیاد بشه بابا مهریه رو کی داده کی گرفته دختره امروز اول مهریه میگیرن بعد میرن خونه شوهر تو که ایرانی نیستی بعد میلادی حساب کن 1998 زیادتر شد که بابا جان این کارا رو نکنی حالا آیا بنده وکیلم با اجازه بزرگترا
تماشاچیه محترم، مسئول نور، مسئول صدا، مسئول تصویر، فیلم بردارا. کاری بابا یه بروشور رو گفتی که تو هم. بله با اجازه خانم جدیکار عزیز. بله مبارک انشالله. مبارک انشالله.